قاعده 177 ای است که مفهوم والقدر خیره و شره من الله تعالی را بفهمیم. حالا ما و شما میخوانیم که آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی. والقدر خیره و اندازه خیر و شر چی است؟ والقدر خیره و شره من الله تعالی، اندازه خیر و شر از جانب الله است. خب حالا چه قسم ما و شما بفهمیم؟ مثلا یک مثال براتون میگم که خوب بفهمین. یک کسی است یک فابریکه چی داره؟ فابریکه داره که مثلا ظروف آشپزخانه جور میکنه. شما ببینید اینجا مثلا این برادر ما نامت چی است؟ این احمد زبیر خان که است، الله برش پیسه داد، رفت یک دونه فابریکه کلان جور کرد، نشته کرد فابریکه ظروف آشپزخانه. کی؟ احمد زبیر کی؟ تخلص هم نشته میکنی باز. نشته از فابریکه ظروف آشپزخانه احمد زبیر افضلی. آل دی ظروف آشپزخانه ما سعی میکنیم دا 15 قسم کارت ها هست. یک کارت است مثلا برای قطع کردن گندنه است و برای پیاز است و برای یه چیز. این یک کارت کلان است. عالمی کارت ای جور کلا نکردن. عالی کارت صلاحیت مثبت و منفی داره یا نداره؟ داره؟ بیا شیخ. نام خودت چی است؟ نواب. شیخ نواب. یک دونه کارت شیخ نواب گرفت رفت دمیرا اعصابش خراب شد، زد در گرده یک گوسفند، یک رمه. گوسفند او بیچاره رو مردار کرد. فهمیدنی؟ آل در محکمه وقتی که میگم زبیر خان چرا این کار چی کردی؟ ساختی. چرا زدی؟ صحیح نه؟ زدم. این میگه که به من چی خود ملامتی است. تو چی دلیل میگی؟ تو میگی کار در ما چی کردیم؟ در این کار استفاده مثبت منفی رو ما جای به جای کردیم. صحیح نه؟ تو میتونی از این مثبت استفاده کنی یا منفی استفاده کنی. پس استفاده مثبت منفی ما دیگه انداختیم، لکن اختیار استفاده پیش کی بود؟ پیش من. پس دلیل از این قبول میشه که گوسفند تاوان گوسفند تو بیتی یا ای باید بده؟ باید بده. فهمیدی یعنی؟ پس ایناله اندازه مثبت و منفی رو در این کار انداختن از کی شد؟ از کسی که کار ساخت. اما صلاحیت استفاده چی شد؟ مربوط بر از این میشه. فهمیدی یعنی؟ آله بفرمایید شما دو نفر تو بیا. در اعضای بدن انسان که است مثلا این دست از کی خلق کرده؟ الله. دست صلاحیت مثبت هم افتاده، منفی هم افتاده. میتونه که دست به یک فقیر کمک بکنه، میتونه که از این مشت خود دندان یک نفره بشکنه. پس صلاحیت مثبت منفی در این دست کی خلق کرده؟ الله. لکن اختیارش به کی داده؟ ها؟ به خود مخلوق داده. والقدر خیره و شره من الله تعالی. یعنی صلاحیت مثبت و منفی در اعضای بدن انسان کی داده؟ کی خلق کرده؟ الله. پس از این دست میتونی مثبت استفاده کنی ام منفی، لکن با صلاحیت برای کی داده؟ اختیارش باز به تو است. یعنی اگر این دست خود در جیب من میمانه باز میگیری کی مانده؟ باز ما یک بوکس زیر شکمش کش میکنم دیگه. صحیح که دست الله خلق کرده، لکن اختیارش کجاست؟ نفهمیدی؟ فهمیدین مقصده؟ والقدر خیره و شره من الله تعالی. یعنی در چشم ما اندازه یا توانایی خیر و شر به چشم از جانب کی است؟ از الله. لکن اختیار چشم بر ما کی داده شده؟ پس در تقدیر ما هم چشم رفته و در تقدیر ما هم رفته که ما باید از چشم خود چی باید استفاده کنم؟ مثبت. و در تقدیر ما هم رفته که اختیارش به کی باشه؟ پیش ما باشه. فهمیدی یعنی؟ پس مفهوم والقدر خیره و شره من الله تعالی را ما و شما فهمیدیم.